وقتی جوانها را میبینین در اینترنت، در نوارها، بسیار با یک لحن تند، بسیار با یک زبانهای آلوده فحش فحشایی وقتی صحبت میکنن، گفتی شما حقارت میکنن، ببین شما چرا ناراحت شدین؟ چرا شما ناراحت شدین؟ چرا نفرهایی هستن که ممکن از همین مثال با تبسم میکنن، میخندن، کیفیت میبرن، در کار شود لایک میمونن، در کار شود پدیلیتیا میکنن همین نواره. برای اونه که همین چیزی که خودت حاضر ناراحت کرده، این برادری عزیز، من گمانم میگه که ای سالم بدن شما خبر میده که شما سالمین. شما مادام سالمین، در هر چیزی که میبینین ناراحت کننده است، عقل شما که او یکی از اصحاب پیغمبر به نام احنف ابن قیس بود، گفتنش که ما خیر ما یعطی العبد. احنف میتونی که بگوی همین بالاترین بهترین چیزی که خدا به بنده میده چیه؟ اگر دلاور جان حاضر ما امیره شاید در نواری قد کوچگی کنیم، همین سوال اگر ما بگذاریم، بهترین چیزی که خدا به بنده میده، شاید برادرو امروز مردم از خانه و از ماشین و بینین از ثروت و از همین صحبت کنن، لیکن جناب احنف گفت بهترین نعمتی که الله به بندش میده ای عقله. همون عقله که برادری ما باشی شما را ناراحت کرد و شما در حال پشتی حقارت همون نفری که خودش تاجیک نام میبره، شما در سیمای او تمام تاجیکستان دیدین، ملت تاجیک دیدین، سرزمین تاجیک دیدین. بینین شما در اندیشتون در این رفت که دیده یک جنجالک خانگی میکنیم با آوازی پست درم میپوشیم تا همسایه آگاه نشوه، همسایه درکدار نشوه، یکی ایمی سخنهای ما و ای جنجالهای ما آگاهی پیدا کنن، شرم میکنیم.